در ناموسم دسترازی کردن. چیکار کنم دیگه؟ میگفت تو چیکار کردی برای من؟ دو فرزند اینولید به دنیا آوردی. من میخوام همین چیزا. نمیخوام، مرا مادرم میسوزه. راستی من در وطن دو فرزند اینولید دارم. خیلی تقدیر الهیه. یک لقمه نون نمیابی در فرزندات میتیزی که بیمارخانه در نمیشه و هر دش معیوبن. لازمه یک شوهر بیناموس دارم در همین جا میگرده، کیف صفا کرده گشته. هر وقتی زنگ میزدم من در بیمارخانه ایم، پول لازمه. میگفت تو چیکار کردی برای من؟ دو فرزند اینولید به دنیا آوردی. من میخوام همین چیزا. مادر جان آمدم ای وقتی در فریب یک